جزیره دجال. بوری تمیم الداری که قبلا نصرانی بود و بعدا اسلام را قبول کرد برخاست و گفت ما در کشتی شنا میکردیم، با ما طوفان بزرگ رو برو شد، ما راه را گم کردیم و کشتی ما به یک جزیره رسید. ما به ساحل جزیره فرود آمدیم، گفت او، و به نزدمان یک حیوان وحشی آمد. آنقدر مویهای زیاده داشت که پیش و عقب وی معلوم نبود. سر در کجاست و دمش در کجا؟ ما پرسیدیم تو چی هستی؟ تا حال با مثل تو مخلوق را ندیده ایم. و آن مخلوق گفت من الجسس هستم. آنها گفتند الجسسش چیست؟ وی گفت ای آدمان، به نزد شخصی روید که شما را در دیر انتظار است. دیر اینجاست برای عبادت و مثل معبد. آن مخلوق گفت در آنجا شخص به صبرانه منتظر خبرهای شماست. آنها گفتند ما از نزد آن مخلوق بدهیبت گریختیم، فکر کردیم که وی جن است و به آن کلبه‌ای که برای عبادت بود آمدیم. ناگهان ما در نزد خود شخصی را دیدیم که وی به حد از این جثه بود که قبلا ندیده بودیم. دستهایش را به گردنش زولانه زده بودند. سر و دستهایش به پایهایش زنجیربند بود که حتی سرش را به زور می‌برداشت. وی مستحکم زنجیربند بود، حتی حرکت کردن نمی‌توانست. ما پرسیدیم تو چی هستی؟ او جواب داد شما به من آسیب رسانیده می‌توانید، زیرا من زولانه دارم. من اولین شده حق دارم از شما این سوال را پرسم. آنها گفتند خوب. سوالهای دجال. ما آدمان قوم عربیم، با کشتی خود شنا می‌کردیم. طوفان شد و ما راه را گم کردیم تا آن دمی که به این جزیره آمده. ما به این جزیره فرود آمدیم و به حیوان را خوردیم که با موی قفس پوشیده شده بود و او ما را به سوی تو روانه کرد. آنها گفتند ما از این شخص می ترسیدیم، در اطراف او خود را بی خطر احساس نمی کردیم. اما صحبت دوام یافت. این آدم از ما پرسید درباره درختان خرمای بیسان به من نقل کنید. بیسان این شهر است در اردن. او میخواست درباره درختان خرما که در آنجا بسیار بود بداند. ما پرسیدیم که تو درباره بیسان محض چی را دانستن میخواهی؟ او گفت من شما را پرسیده ایستادم که در آنجا درختان خرما باقی مانده است و آنها میوه میدهند یا نه؟ آنها گفتند بله، در آنجا درختان خرما بسیار است، آنها پر از خرما می باشند نسبت به دیگر جارهایی که به ما معلوم است. و گفت که به زودی آن درختها و خرماها کمیاب خواهند شد و آنها دیگر میوه نخواهند داد. واقعا امروزها در اردن درخت خرما خیلی کم است، گرچند که قبلا در آنجا خیلی زیاد بود. اکنون گوش کنید. وی گفت حالا به من درباره التبریه گوید. شما میدانید التبریه چیست؟ این کوه تیبریاد است که با نام گلیله ایستگاه آذر مشهور است، در جنوب و غربی سوریه جایگیر می باشد. آنها پرسیدند که درباره آن کوه چی را دانستن میخواهی؟ وی پرسید آیا در آن آب هست؟ آنها گفتند بله، آن پر از آب هست. وی گفت که به زودی آب در آن باقی نخواهد ماند و آن کوه تماما ناپدید خواهد شد.
و واقعا این روزها در آن کل آب کم شده است. بعد او از آنها پرسید با من درباره منبع زقر نقل کنید. منبع زقر تقریبا از 3 روزه راه دورتر از کوههای بیت المقدس است، در اسرائیل حاضره. آنها پرسیدند که تو درباره این سرچشمه چی فهمیدن می‌خواهی؟ وی گفت در این منبع آب هست و آدمان آب آن را برای پرورش و زراعت رستنی‌ها استفاده می‌برند و در آن آب بسیار است. آنها گفتند بله، در آن آب بسیار است و آدمان آن را استفاده می‌برند. با من درباره پیغمبری که سواد نداشت، نه خوانده و نه نوشته می‌توانست نقل کند. وی چیکار کرد؟ آنها گفتند که وی در مکه پیدا شد و این زمان در یثرب یعنی در مدینه زندگی دارد. او پرسید مردمش با او جنگ میکنند؟ آنها گفتند بله. باز پرسید وی چیکار کرد؟ آنها گفتند قومش او را راندند، اما او به نزد عرب‌های دیگر به یثرب رفت که اسلام را قبول کردند و به او اطاعت کردند. شخص زنجیرپیچ پرسید آیا این راست است؟ آنها گفتند بله. وی گفت در حقیقت برای این مردمی که با او اطاعت کردند بهترین است که اطاعت کردنشان را دوام دهند. با این سخنهایش او یک نوع پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم را دستگیری نمود. آن شخص زنجیرپیچ گفت اکنون من خودم را به شما معرفی میکنم، من مسیح هستم، پیغمبر عیسی علیه السلام. وی گفت و نزدیکی من بر اساس علامت هایی که شما به من گفتید به من اجازتی از اینجا بیرون آمدن می شود. من می آیم و من برای زمین قدم میزنم. وی گفت هیچ دیه، هیچ شهر و هیچ جای نخواهد ماند که من به آنجا نروم و همه این در 40 روز، تمام دنیا را در 40 روز، همه جا بغیر از 2 جای، مکه و مدینه. او گفت هر دو این جایها برایم منع کرده شده است. وقتی ما درباره وارد شدن گپ میزنیم این معنای ضبط کردن را دارد. و سخنش را دوام داد. هر وقتی که من کوشش میکنم با یکی از آنها وارد شوم، فرشته در دست شمشیر پاسبانی میکند. برای وارد شدن به مکه و مدینه مانعی میکند. دجال در کجاست؟ بار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عصایش را گرفته به نزد پایشان گذاشت و بعد عصایش را به زمین زدن گرفت. به هیجان آمده بود. چیزی مهمی بود که وی را نگران میکرد. عصایش را به زمین زد و گفت همه‌تان بدانید این جا طیبه است، یعنی مدینه. یعنی مدینه جایی که حالا شما قرار دارید. آیا با شما گفته بودم که این آدم میآید ولی نمیتواند وارد این سرزمین شود؟ آنها گفتند بله یا رسول خدا، همون خیلی که وی پیشتر در این باره نقل کرده بود. وی گفت وقتی که تمیم الدر این حادثه را به من نقل کرد من به حیرت آمدم، چون که این همان چیزی است که من پیشتر با شما درباره مکه و مدینه نقل میکردم. دقت دهید، دجال در جایی است که با اقیانوس نزدیک است، در یکی از جزیره ها است که به شرق نزدیکتر، در شرق مدینه. وی گفت در یکی از اقیانوس ها در شرق. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دقیق نمیدانست که این جزیره در کجاست. در یکی از آن سمت ها و شرق میانه نزدیکتر. خدا بهتر میداند. دجال اول در شام پیدا می شود. احتمال است که اولین پیروان دجال یهودیان خواهند بود، زیرا منتظر آمدن عیسی خود هستند. آنها به حضرت عیسی علیه السلام باوری نداشتند و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را قبول نمی‌کردند. بنابراین آنها اولین پیروان دجال خواهند بود.
و آنها میگویند که دجال عیسی حقیقی است. نصرانیان به آمدن عیسی علیه السلام باور میکنند، اما از بس که نوشته های مقدسشان آمیخته شده است، آنها فکر میکنند که نمان عیسی علیه السلام است. وقتی که وی میگوید من عیسی هستم، آنها از او معجزه میپرسند و او به آنها نشان میدهد. بعضی آنها باور نمیکنند. بعد او میگوید من خدا هستم و آنها میپرسند تو این را چی طور اثبات میکنی؟ و میگوید تنها خدا میتواند مرده ها را زنده گرداند. چی میشود که من پدر و مادران شما را زنده گردانم؟ بله، ما باور میکنیم که تو خدا هستی. وی جنها را مجبور میکند که برای او کار کنند. او به جنها فرمان میدهد که شکل پدر و مادر آنها را گیرند و با آنها صحبت کنند. همین طور مردم غیر مسلمان و مسلمان ناتوان از روی ایمانشان از او پیروی خواهند کرد. خدا همه ما را از این نگهبان باشد. برادران و خواهران گرامی، تشکر زیاد به دقتتان. از شما خواهش میکنم که با نوار ما لایک گذاشته به کانالمان ابونه شوید. خدا همه ما را در پناهش نگاه دارد.